موی سر بلند شده است پس با مغازه سنبای بیایید. برای چی؟ برای شما پیشنهاد دارم من بهترین سرپسکنک با نرخ ارزون نرخ بودجетний یعنی نفرانی که دستروکه کار میکنن وقتی ندارن که با سرپسکنی برن بس شما میتوانید با مغازه ما بیایید. شده نشان تیم شما دوستان عزیز بازی که شده به شما نشان میتیم که شما میتوانید از مغازه ما این خیلی سرپسکنک ماشینکه رو خریداری نمایید. در اینجا در کامپلکتش نایستندگی یک قالچه در قالچه نایستندگی که کسی که باری اول استفاده میبرد خیلی استفاده بودن ممکن است. دوستان عزیز خودی اپارات طولی چندین سال من خودم از این استفاده میبرم یکم بودجت نیست دیگه کاش استفاده. دوستان عزیز گرچه که تایسکی هم باشد لیکن صفاتش بهت خوب است. دو بطاری دارد یک بطاری همراه خود شد من یکم بطاریش دو بطاریش باشد در کامپلکتش است. دو بطاری دارد با دو بطاری میتونید سر دو کس رو پاس کنید. در اینجا شوتکه که دارد 1 2 3 4 5 شوتکه دارد خطی خودش 4 شوتکه و خودش رزمیر 1 2 0 1 0 2 0 3 کبوچ. دوستان عزیز در کامپلکتش باز ضریعت دارد شوتکه دارد در حالتی که جذب شدن از بسیار گرفتن روی سر شوتکه خطی میتوانید توزن نمایید. باز چی دارد در این کامپلکت اساسی در حالتی بسیار استفاده بردیم وقتی که آواز همه ماشینکه بلند شد شما از همه روغن استفاده برید باوری دارم که ماشینه را شما در طول 1 سال یا 1.5 سال استفاده بردن میتوانید. هر یک چیزی که استفاده بردنیه دوستان عزیز هر یک چیزی گرفتنیه وابسته از خود شما است. اگر نه از استفاده برای نه از میبرد اگر که خطورسش فهمیدیم با فکرم دوستان عزیز اومدم علامت خریداری نمایید. بهترین مغازه سنبای یکترینبورگ است که در شهر یکترینبورگ است. ما میتوانیم اینها را به هر کجایی که شما در باشد پشت روسیه فرستانید. دوستان عزیز فراموش نکنید با اپراتور تل2 شما میتوانید با تمام روسیه سیر و گشت کنید و زنگ زنید و بهتر و خوبترش دوی ما در مسنجر بسپلات نمیتونید بازی کنید دوی که نوارهای ما رو تماشا کنید. دوستان عزیز از شما تنها یک لایک نوارها رو پدیدیت کنید تو که به شما در کار نباشد و دیگر را در کار بدگیست آنها از این خبر از این نمود ماشینه ها با خبر شوند و اومده از مغازه ما خریداری نماید هم با خود ما فایده و هم با خود شما یا که با آنها. دوستان عزیز تا بازدید من بودم پریز از کانال سنبای تیوی یکترینبورگ. امروز در کانال حیات مهاجران جهان برآمد دارم تا که کمی هم باشد برای شما یک چی پیشنهاد یک چی نظرگری پیشنهاد کنم.